بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خهراني عزيز، أخواتي العزيزات، أهلا وسهلا بكنا في برنامجنا الجديد. خوش آمدید به یک پروگرامی، به یک مجلسی نو. هذا برنامج قصير نقدمه مرة واحدة كل شهر أو شهرين بإذن الله، ونرجو أن يكون فيه خير لنا ولكن جميعا. این یک مجلسی خیلی کوتاه خواهد بود که نیت داریم که با هم یک جایه، من یک چند شاگردان، کسی که البته خواهشمند هست، ماه یک بار یا در 2 ماه، در 3 ماه یک بار، حداقل در هر دوره که در سال ما می باشد، در هر سال داریم، در هر دوره علمی حداقل 1 بار یا 2 بار پیشکش کنیم، تقدیم کنیم. في هذا البرنامج ستكون لكن الفرصة لتحضير 5 أسئلة حول منهجية طلب العلم، وإن شاء الله سأجيب عليها بإذن الله. در این مجلس که من عنوانش را مفاتیح العلم گذاشتم، یعنی کلیدهای علم، من برای شما فرصت میدهم، من برای شما موقع میدهم که پیش از پیش 5 سوال حداقل آماده سازید که دایر به مسائل فقهی نباشد، بلکه تنها دایر به منهجیتی، یعنی متدولوژیای طلب علمی باشد، چگونگی طلب علمی. و من انشاءالله از تجربه خود، از نصیحتی استادانم، از نصیحت هایی که در کتاب های علمی خوندگی هستم و حتی از نصیحت هایی که دیگر طالب علم به من کردگی هستن، از این یعنی تجربه هایم به شما جواب می دهم. البته این معنای اون را ندارد که جوابی درست تنها در نزد من هست، یا جواب هایی که من می دهم دایر به متدولوژی یا منهجیتی طلب علم تنها جواب های من درست هست، یا اینکه جوابی که من می دهم به همه فایده می بخشد. اما هر یک شاگردی که با یک کسی علم می آموزد، عموما یعنی کمی چی می داشته باشد، شوقمندی می داشته باشد که از همین استادش یا از همین شخص در موردی چگونگی حاصل کردن علم سوال کند. شما می توانید که پیش از آن که من را همچون یک معلمه ببینید، می توانید که من را همچون یک طالبه علم، همچون یک همدرس و همصنف گمان کنید. و انسان می خواهد بعضی وقت که از همصنفش یا که از همدرسش، همسبقش بعضی سوال ها رو کند که وقتی که تو طلب علمی می کردی، یعنی تو به تو کدام چیزها تجربه شد، به تو چی نصیحت ها کرده شد و چی فایده هایی داری که میتوانی به من بگویی و یا اینکه به من مصلحت بدهی. پس از این رو من میخواهم که به شما بعضی تجربه هایم رو پیش کنم، و ان شاء الله نرغب ان ننشر هذه الجلسات ليستفيد منها عدد كبير او اكبر عدد ممكن من الطالبات، خصوصا أن هناك أخوات يدرسن وحدهن عبر الانترنت. ما إن شاء الله که نیت داریم که این مجلس ها رو هم نشر کنیم به طور عمومی در کانال یوتیوب و تلگرام، تا اینکه دیگر طالبات علم، دیگر طلبه هایی که تنها علم آموزند و متاسفانه به مدرسه داخل شدن نمیتوانند، یا اینکه تنها می آموزند با طریق اینترنت از استادان گوناگون، آنها بتوانند که از این مجلس ها فایده ببینند. پس ان شاء الله آغاز میکنیم. نسأل الله ان يفيدنا جميعا بهذا البرنامج و ان يبارك في وقتنا و علمنا. از الله سبحانه و تعالی دعاگوی هستیم که ما را با این مجلس ها فایده بدهد و این چنین در وقتمون و در علممون برکت بیندازد. آمین یا رب العالمین. پس جزاکن الله خیرا علی حضورکن. به شما تشکری میکنم، تشکری میگویم که شما در این مجلس ها چی شدید، شامل شدید و حاضر شدید. پس آغاز میکنیم ان شاء الله. یمنا جان بعضی سوال ها رو آماده کرده است. این سوال ها رو من خودم آماده نکردگی هستم. این کرات یعنی این یکم برده
یمنا جان این سوال ها را آماده کرده است، پس انشاءالله میتواند که این سوال ها را پای در پای سوال کند و من انشاءالله این جواب ها را پیش خواهم کرد و کسانی که میخواهند که برای بار آینده سوال پیش کنند میتوانند که با یمنا جان مصلحت کنند یا اینکه خودشون آماده نگه دارند تا اینکه هر وقتی که ما نیت کردیم که دویم مجلس یا اینکه قسم دویم را پیشکش میکنیم شما میتوانید که سوال های خود را روان کنید. خب آغاز میکنیم انشاءالله با سوال یکم. بسم الله کنید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب بسم الله. سوال یکم، طالب علم و مختنی کدام علم ها باید اول آغاز کند؟ خب بارک الله فیکی. این سوال یکم هست که طالبه علم یا طالب علم که میگویم یعنی به شکل عمومیش و آموختن کدام علم ها باید آغاز کند یعنی اول. جواب انشاءالله چنین هست: بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. طالب علم، اون چیزی که من از استادانم آموختم، اون چیزی که در کتاب‌های علمی عموما نصیحت داده می شود این است که طالبه علم باید با علم الحال شروع کند و نه فقط طالبه علم بلکه هر یک مسلمان باید از علم الحال آغاز کند و باید علم الحال رو بیاموزد. علم الحال که به تاجیکی هم علم حال گفته می شود یا علم حالتی ضروری، آن علم های می باشد که برای عمل کردن به مسئله های روزمره و درست ساختن عبادت ها عاجل ضرورند. یعنی که مثلا کدام مسئله ها هست که هر روز عاجل پیش می آیند؟ مسئله خواندنی یا اینکه تلاوت کردن قرآن پیش می آید. این چونین مسئله های فقهی پیش می آید. البته عقیده اجمالی پیش می آید. پس در نقطه اول این است قرآن خواندن و تجوید، چون که هر روز هر مسلمان باید که قرآن بخواند، چی علاهیده باشد از صلات، از نماز، یا اینکه چی در درون نماز باشد. گپی اساسی و مهم همین است که هر روز هر مسلمان تلاوت قرآن میکند. پس باید که طرز خواندن قرآن رو بیاموزد. این در جای اول می ایستد، یعنی که طرز حرف ها رو به هم دیگر پیوست کردن و خواندن قرآن، و بالای خواندن طرز خواندن قرآن باید که تجوید خود را درست کند و به جای برساند که از او لحن و لحنهای حداقل بزرگ نشود. هر یک مسلمان باید طرز قرائت کردن قرآن و تطبیق کردن قاعده های اساسی تجوید را باید بیاموزد تا اینکه نماز خود را از باطل شدن و تلاوت روزمره خود را از لحن ها باید حفاظت کند. این در جای اول هست. در جای دوم یا اینکه این چونین آن فنهایی که علم الحال شماریده می شود، اینها هستند علم های یا اینکه فنهای فقه عبادت، یعنی مسائل عبادت به مانند طهارت، نماز، روزه، زکات، عمره و حج و دیگر عملهایی که در روزمره به شخصی پیش می آید آنها رو باید بیاموزد. اگر انسان یعنی تاجر باشد، یعنی بیزنسمن باشد و با تجارت سر و کار داشته باشد هر روز، باید که حداقل مسئله های تجارت رو باید از آنها آگاه باشد. اگر کسی مثلا دکتر باشد، طبیب باشد، نرس باشد، مثلا باید از مسئله هایی که دایر به طب هست و مسئله هایی که از جهت فقهی دایر به طب می باشد باید از آنها آگاه باشد. چی این با طریقه سوال کردن از یک عالم باشد، درس خواندن، یک چند درس گرفتن باشد، چی این درس خواندن با طریق یک کتاب مستقلانه باشد. یعنی که به هر طبیب، به هر تاجر ضرورت نیست که باید بشیند یک کتابی فقهی را پوره یاد بگیرد. می تواند که همان سوال هایی که پیش می آید هر روز از یک عالمی بپرسد، نویسد در نزد خود و خوب از خود کند. اما گپی اصلی همین است که باید هر مسلمان مسئله هایی که دایر به طهارت می باشد، دایر به نماز می باشد، نواقض های طهارت چیست، یعنی چی چیزها طهارت رو میشکند، چی چیزها نماز رو میشکند، باطل میسازد، فاسد میسازد، چی چیزها روزه رو میشکند، تمام این مسئله ها رو باید اول بیاموزد. یعنی که در اینجا فایده نیست که در مسائل مختلفه یا اینکه در تفصیلات فقهی، در تفصیلات حدیث، در تفصیلات عقیده داخل شود وقتی که عبادت روزمره او درست نیست یا اینکه بجای نیست. برای همین باید که فقه عبادت رو اول خوب بیاموزد
و مثلا در جای اول البته نماز و طهارت و این مسئله ها رو یاد بگیرد و میتواند که مسئله های روزه و روزگیری را یا رمضان رو کمی تأخیر دهد که پیش از ماه رمضان آنها رو بیاموزد. یعنی وقت دارد و اگر حالا پولش نرسد برای حج کردن، برای عمره رفتن، میتواند که این باب رو هم کمی تأخیر بدهد، یعنی کمی دیرتر به این باب درآید. اما مسئله های نماز، مسئله های طهارت و این مسئله هایی که روزمره پیش می آید، اگر بیزنس باشد، اگر طب باشد، اگر یعنی مسئله هایی که از خوراک و از نوشابه چه چیزها حلال هست، چه چیزها حرام هست، چه چیزها رو یعنی چی پخته می تواند، چه چیزها رو خورده می تواند، چه چیزها رو نمی تواند، از این مسئله ها باید آگاه باشد هر یک مسلمان، نه اینکه تنها طالب علم. و در جای آخران البته این است عقیده. اما وقتی که من عقیده میگویم، هدف من عقیده اجمالی هست، یعنی مختصر. یعنی در باب عقیده یعنی خیلی متاسفانه، یعنی خیلی جای تاسف هست که خیلی زیاد پهن شده است بین مردم که مردم میگویند که اول باید عقیده آموخته شود، اول عقیده نمیماند، یعنی تجوید نمیمانند، فقه نمیمانند، میگویند که تنها اول باید عقیده آموخته شود، که این البته هدف آنها یک هدف پاک هست، هدف آنها رو من فهمیده میتوانم، اما متاسفانه هدف آنها تمام مسائل عقیدوی می باشد. چون که من تجربه کردم که وقتی که درس های آنها رو گوش میکنی یا اینکه در گروه های آنها شامل میشوی و میبینی که آنها چی چیزها رو درس میدهند، متاسفانه آنها علاقه به نوآموزان به تفصیلات داخل میشوند. نوآموزان یعنی به دانستن زبان عربی، به از خود کردن اخلاق و آداب علمی و چگونه رفتار کردن با علما، و اگر یک عالم خطا کند یا یک عالم در عقیده یعنی یک عقیده نادرست را گویم که به فکر بعضی ها اگر پیروی کند، چگونه باید یک طالب علم، یک نوآموز باید رفتار کنند نسبت به همون عالم، چی لفظ ها رو، چی لقب ها رو میتواند استفاده کند، از چی لقب ها باید پرهیز کند. این گونه مسئله رو به دانستن و به آگاهی از فنهای گوناگونی که از آنها برای مسئله های عقیدوی دلیل گرفته می شود به تفصیلات داخل می شوند متاسفانه. و ما مشاهده میکنیم که اکثر آنها پس از یک چند درس عقیدوی چی می شود؟ به حزبیت داخل می شوند، یعنی که به گروه پرستی، یعنی که این گروه حق است، این گروه باطل هست، به ردیه داخل می شوند، علاقه گروه های خود رو تشکیل می کنند، تنقید به علما آغاز می شود. این عالم درست میبینیم متاسفانه، یعنی روی خط دارند، پورا یک روی خط، پورا یک ویدیو میکنند، این عالم خط ایکس میمونند، این عالم درست، که من نمیگویم که تمام علما درست هستند، یک عالم خطا ندارد، ما همه گیر خوب میگویم، نه، این گونه هم نیست. البته از جهت علمی بحث و مباحثه علمی داشتن این باکی ندارد، اما این متخصصان خود را دارد و این یعنی این کاری نوآموزان و طالب علمانی که نو در علم آغاز کردگی هستند، این کاری ما نمی باشد. خب و متاسفانه این چونین به تنقید به علما داخل میشن، دعوا و بحث میدرویند، به دعوا و بحث میدرویند، جنگ و جدال، که این متاسفانه سبب محروم شدن از علم میگردد. یعنی شاید اول با نیت پاک داخل میشوند که ما عقیده رو یاد میگیریم، عقیده خود رو درست میکنیم، اما از سببی که نمیدانند که میتواند که در یک مسئله عقیدوی یک دو سه قول باشد و یک گروهی که دیگر قول رو پیروی میکنند، دیگر گفتنی رو پیروی میکنند، آنها هم یک دلیل دارند، چون که این گونه نقطه ها رو فهمیدن نمیتوانند و نمیفهمند که در باب عقیده هم وقتی که ما دلیل می داشته باشیم یعنی دیگه به هر گونه اقوال عقیدوی، بعضی وقت دلیل ها هم روشن نمی باشد. یعنی از دوران صحابه رضی الله عنهم در بعضی مسئله ها اختلاف بودگی هست. پس چون که درک این را ندارند، متاسفانه تیز حزبیت پیدا میکنند و تیز این گونه یک یعنی رفتاری خیلی زشت پیدا میکنند که اینجای تأسف هست. و برای همین است که به تفصیلات عقیده باید نوآموز داخل نشود، بلکه باید از عقیده اجمالی آغاز کند. و یعنی عقیده اجمالی یعنی چی؟ شناختن ارکان اعتقادی صحیح و نقطه های اساسی و متفق علیه. اینها برای نوآموز کفایه میکنند. یعنی نوآموز باید بعد تفصیلات داخل نشود، یعنی ایمان داشته باشد، آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته و قبلت جمیع احکامه. این رو گفته میشد عقیده اجمالی، و این چنین قبول کند تمام چیزهایی که دایر به عقیده هست آنها رو قبول کند. یعنی آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله و البعث بعد الموت. به قدر مثلا ایمان داشته باشد، قبول کند، اما قدر چیست، چگونه هست، چی معنا دارد، قدریه و
جبریه کی بودن. این گونه تفصیلات برای نوآموز حالا ضروری نیست، چون که برای فهمیدن تفصیلات چگونه که گفتم از دلایل و عربی آگاه بودن خیلی لازم هست و البته اینها باید با یک استاد آموخته شود. اما پس از علم الحال که برای هر مسلمان ضروری هست، ما میگذاریم به علم ها و فن هایی که برای طالب علمی و برای طالب علم ها، طالبان علم یعنی ضروری هست. و چی طوری که من برای شما الان یک بار اشاره کرده بودم که علم ها و فن های شرعی به دو نوع تقسیم می شوند. علم هایی که علوم عالیه نامیده می شوند و علوم عالیه، یعنی یکمش با همزه دویمش با عین. بعضی علم ها و بعضی فن های شرعی اینگونه می باشند که آنها اسباب می باشند برای رسیدن به مقصد و دیگر فن ها آنها مقصد می باشند. پس اکثر علما میگویند که فنی تفسیر حدیث، یعنی حدیث روایتاً که پیش کرده می شود و این چونین بعضی ها فقه را هم شامل میکنند، بعضی ها فقه را شامل نمیکنند، اینها را علم های اساسی می شمارند. یعنی که هدف ما رسیدن به همین و فهمیدن همین علم ها هست. اما تمام دیگر فن ها که هست آنها را علم های اسبابی یعنی سبب ها می شمارند. پس در علوم عالیه با همزه که می نویسیم، در این بخش چی داخل می شود؟ فنهایی که دایر به زبان عربی می باشند، از جمله صرف و نحو و بلاغه و تطبیق کردن این علم ها، به مانند کتاب مدینه دروس اللغة العربیه و دیگر القراءه الراشده و دیگر کتاب ها که برای تطبیق کردن این قانون ها و قاعده ها استفاده می شوند. این چنین فن های تلاوت قرآن از جمله تجوید و دیگر فن ها که برای بهتر ساختن و برای درست ساختن اصلاح کردن تلاوت قرآن استفاده می شوند، آنها هم فن های اسبابی و عالیه حساب دیده می شوند. و این چنین فن های اصولی، اصول الحدیث، اصول الفقه، اصول التفسیر، تمام این فنهای اصول هم اسباب هستند، مقصد اصلی نیستن، ما رو به سبب میبرند. و در جای آخران فنهایی که دایر به اخلاق می باشند، البته آموزش آداب علمی، سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، تا اینکه انسان همون محبت و همون گویم که شوق اشتیاق را و محبت را و احترام را پیدا کند نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه رضی الله عنهم و بخواهد که به مانند صحابه شود، بخواهد که به مانند امهات المؤمنین شود، برای یعنی ترقی دادن اخلاقش و آگاهی از ترجمه حالی صحابه رضی الله عنهم. تمام اینها ضروری هست برای تکمیل دادن شخصیت مسلمان و خیلی مهم هست. و در این بعضی وقت کتاب ریاض الصالحین هم داخل کرده می شود، چون که ریاض الصالحین گرچند که کتاب حدیث هست اما برای ترقی دادن و برای بهتر ساختن اخلاق می باشد. پس عموما این فن هایی که من برای شما نامبر کردم، کتاب هایی که ما تحت همین عنوان ها، ما تحت همین مضمون ها داخل می شوند، تمام آنها کتاب های عالیه می باشند و طالب علم باید با علوم عالیه آغاز کند. اول باید اسباب ها رو جمع کند. اعلی چی معنا دارد؟ یک اسباب. برای مثلا قیچی کردن ما قیچی رو استفاده میکنیم، برای مثلا پخت و پز کردن ما اسباب های پخت و پز رو استفاده میکنیم، کفگیر و دیگر کولیز. برای همین برای آموختن علم، برای به علم های اساسی و بلند رسیدن ما باید اول اسباب علم رو جمع کنیم که این همین فن ها می باشد. و خیلی این فنها عموما مشکل می باشند، دشوار می باشند، خیلی باید زحمت کشید، خیلی باید با صبر و با تحمل پیش رفت و بعد از علوم عالیه طالب علم داخل می شود به علوم عالیه که عموما در کورس علمیه در دارالعلوم ها قریب 4 سال اول برای علوم عالیه بخشیده می شود و 2 سال آخر یا 3 سال آخر برای علوم عالیه که آخران سال ما سال بخاری می گوییم که 6 کتاب حدیث درس داده می شود و غیره. و بعد از این چطوری که گفتم به علوم عالیه داخل می شود که در این کتاب های حدیث به مانند کتب 6 یا صحیح 6 گفته می شود، صحیحین و النسائی و ابی داود و سنن ابن ماجه و جامع ترمذی، این 6 کتاب در کتاب های حدیث داخل می شود. بعضی مدرسه ها شرح معانی الاثار از امام طحاوی رو هم درس می دهند، موطأ امام مالک و امام محمد رو هم درس می دهند. و این چنین کتاب های تفسیر در تحت علوم عالیه داخل می شود و کتاب های فقه و عقیده هم یعنی علم های مقصدی یا اساسی شماریده می شوند. و اگر شاگرد سراسیمه شود و به اول حاصل کردنی فنهای اسبابی درو یا عجله کند و سراسیمه شود و داخل شود به علم های عالیه رو خوب درک نخواهد کرد
که این متاسفانه بعضی وقت نتیجه های برعکس رو به او میدهد و او میتواند که خیلی سرگم زند یا اینکه به پیروی کردن بعضی چیزهای نادرست بیفتد. و اولا یعنی علمهای عالیه که هست، علمهای اساسی و علمهای حدیث و تفسیر و فقه که می باشد، اینها علمهایی هست که باید ما با خیلی اخلاقی حمیده و رفتار و کرداری خیلی بالا باید بیاموزیم. برای همین است که اول ما باید چندین سال رو در بهتر کردن اخلاق خود گذرانیم، در درست کردن عبادت های خود بگذرانیم، اصلاح کردن عبادت ها، یعنی ترقی دادن شخصیت صالح انسان و آمادگی بگیریم به سطح های بلند و بعد از این داخل شویم به آموزش علمهای اساسی و عالیه. پس خلاصه این سوال یکم این بود که هر مسلمان باید علم الحال رو بیاموزد. طالب علم باید اول از علومی عالیه آغاز کند، یعنی از علمهای اسبابی، و بعدا داخل شود به علمهای اساسی، علوم عالیه. اگر این راه رو با تدریج پی گیرد و پیش گیرد، انشاءالله که نتیجه های خوب رو خواهد دید. میگذاریم به سوال دوم. جزاک الله خیرا استاد. سوال دیوم، زبان عربی رو تا چه اندازه باید آموزیم که برای فهمیدن قرآن کریم کافی باشد؟ برای این سوال دوم من برای شما سخن امام شاطبی رو پیش میکنم که در کتابش الموافقات میگوید، در کتاب اجتهاد، که خیلی یک سخن کوتاه هست. مختصر میخواهم این سوال رو جواب دهم تا اینکه به دیگر سوال ها هم رسیم. این سخنش پوره به ما کفایه میکند، نه فقط برای فهمیدن قرآن بلکه برای فهمیدن تمام شریعت. چی میگوید؟ میگوید که الشریعت عربیتون، شریعت اسلامی عربی هست. و اذا كانت عربیة فلا يفهمها حق الفهم الا من فهم اللغة العربية حق الفهم. خیلی یک سخنی زیبا. میگوید که و چون که شریعت عربی هست، آن رو تنها کسی درست درک میکند که زبان عربی رو نیز درست درک کند. لأنهما سیان فی النمط ما عدا وجوه الاعجاز. خب اینش اونقدر مهم نیست. میگه که فاذا فرضنا مبتدئا فی فهم العربیه فهو مبتدئ فی فهم الشریعه. میگوید که اگر شخص رو ما در آموزش عربی شروع کننده مبتدئ حساب کنیم، پس او در درک شریعت هم نیز شروع کننده حسابیده می شود. او متوسطا فهو متوسط فی فهم الشریعتی. و اگر ما او را متوسط حساب کنیم، یعنی که درجه میانه حساب کنیم در فهمش عربیش، پس او در شریعت نیز در درجه میانه قرار می گیرد. والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة. میگوید که اما انسانی که در درجه میانه هست، متوسط هست، او در شریعت به درجه کمال نرسیده است. اما اگر شخص به درجه عالی درک زبان عربی رسد، پس او در شریعت نیز به همان درجه می رسد. خب یعنی که هدف امام شاطبی چیست؟ میگوید که چقدری که انسان در زبان عربی پیش رود و فهمش رو عمیق‌تر سازد، وسع‌تر سازد، همین قدر شریعت رو بهتر خواهد فهمید. یعنی که ما در اینجا نمیتوانیم که یک حد کفایه رو گذاریم. عموما حد کفایه اینگونه یعنی حسابیده می شود یا اینگونه مقدر کرده می شود که اگر انسان قاعده های نحوی رو، قاعده های صرفی رو بداند، قاعده ها رو تطبیق کرده تواند، لغت هایی که در فن های فقه، در فن های حدیث و تفسیر، یعنی علوم شرعی استفاده می شود، از آنها آگاه باشد. چون که بعضی ها همین گونه هستند. یعنی خودم هم در اول همین گونه بودم. طالب علم زیادی وقت لغت هایی که در فن های اسلامی استفاده میشن آنها رو خوب میدانن، اما لغت های روزمره رو نمیدانن یا فراموش میکنن. یعنی نمیدانن که بادرینگ و پمیدار رو چی میگویند، اما میدانن که کتاب های علمی کدام لغت ها رو استفاده میکنن، چون که سر و کارشون با علم های شرعی میباشد. پس عموما همین کفایه میکند.
اما این رو فراموش نکنید که چند قدری که انسان زبان عربی و فهم عربی خود رو زیادتر کند، همین قدر فنهای اسلامی رو خوب و بهتر درک خواهد کرد. مخصوصا کلمه های غریبی که غریب الحدیث گفته می شود، کلمه های غریب یعنی کلمه های نادر و دشواری که در احادیث پیش می آیند و این چنین کلمه های غریب و دشواری که در فنی تفسیر پیش می آیند. اگر طالب علم از همین لغت ها آگاه باشد و از قاعده های گراماتیکی و صرفی زبان عربی آگاه باشد و وقتی یک کتاب علمی رو باز کند، چی دایر به فقه باشد، چی دایر به تفسیر باشد، چی کتاب اخلاقی، تاریخی یا سیرت باشد، اگر خوب آنها رو بفهمد، بعضی وقت بعضی کلمه ها البته پیش می آید که انسان باید که لغت رو نظر کند چون که یک کلمه دشوارتر هست، اما این یعنی باکی ندارد، این به هر شخص پیش می آید. حتی خود عرب ها هم بعضی وقت بعضی کلمه ها رو نمیدونن چون که عربی همین قدر یعنی یک زبانی دشوار و وسیع هست. اما این سخنی امام شاطبی رو فراموش نکنید. من این سخن امام شاطبی رو به خود هم همچون یک قاعده گرفتم که هر سال هر روزی زندگی من کوشش میکنم که زبان عربی هم رو بهتر و بهتر کنم و انسان بعد از اون که مدرسه رو تمام میکند چگونه میتواند که زبان خود رو بهتر سازد؟ با خواندن کتاب ها، چقدری که تمرکز کند، چقدری که تمرین کند، چقدری که خود رو در داخل همین زبان داخل کند، شنود، نویسد، گپ زند، همین قدر زبانش بهتر خواهد شد. پس فراموش نکنید، خلاصه همین است که تا قدری فهمیش زبان عربی شما شریعت رو خواهید فهمید. اگر زبان عربی رو زیادتر درک کردید، بهتر دانستید، شریعت رو بهتر خواهید فهمید. اگر کم دانستید، شریعت رو نیز کم خواهید فهمید، از سببی که شما همه وقت بین شما و بین کتاب های علمی یک وسیله می باشد یا اینکه یک چیز در مابین می باشد. باید همه وقت ترجمه کنید یا از یک کسی بپرسید که این چی معنا دارد، که این سببی غلط فهمی ها و کم فهمی ها و نقص در فهمیش می شود. والله اعلم. جزاک الله خیرا. سوال سوم، برای مفسر شدن کدام علم ها رو آموزیم؟ بارک الله فیکی. خوب، برای متخصص شدن در کدام فنی که باشد، اول طالب علم باید که در تمام فنها مهارت و ملکه پیدا کند، نه اینکه به درجه متخصص بلکه به درجه عالی، به درجه بلند. برای همین است که در دارالعلوم ها، در دارالعلم ها در تمام جهان دارالعلم به نام دارالعلم مرکزهای علمی می باشد. عموما آنها از نقشه تعلیمی نظامی پیروی می کنند. پس در نقشه تعلیمی نظامی عموما برای 6 یا اینکه 10 سال اول کورس های عالمیه می باشد. در مدرسه های هند، در دارالعلوم های هند عموما کورس های عالمیه شون برای 10 سال می باشد. مدرسه من مثلا 6 سال داشت. یک مدرسه دیگری که در پیش مدرسه من بود 8 سال داشت. در جنوب افریقا هم 8 سال تا 10 سال می آموزانند. چون که عموما یعنی ساعت های زیادی دارند و غیره و مشکلات های مکتب و غیره رو ندارند. اما در یعنی مدرسه من هم 6 سال بود و پس از آن یک مدرسه دیگر رفتم که 7 سال بود. به هر حال برای 6 یا اینکه 10 سال اول کورس های عالمیه چی میکنن؟ اول علوم های یا علم های شریعت را تا درجه عالی درس میدهند و بعد از این برای 1 تا 3 سال، عموما 2 سال می باشد، 1 تا 3 سال بعد فن های تخصصی رو درس میدهند و مخصوصا برای فن تخصصی تفسیر، یعنی در تفسیر تخصص کردن، شاگرد و طالب علم باید که در تمام فنهای شریعت باید مهارت داشته باشد، از سببی که فن تفسیر تمام این دیگر فنها رو فرا میگیرد. خب برای همین است که بعضی شاگردانم یعنی در درجه عالیمه که من آنها را درس میدادم، بعد از این نیت داشتم که من خودم نیت داشتم که برای تنها زنها یک مرکزی تعلیمی تخصصی حدیثی آغاز کنم که در سال 2021 آغاز کرده بودم. پس بعضی شاگردانم به من گفتن که خیلی زیاد، یعنی شاگردانم میخواستن که در حدیث تخصص کنن، اما بعضی ها میگفتن که ما میخواهیم در تفسیر تخصص کنیم. اما همون کسانی که میخواستن که در تفسیر تخصص کنن، ما به آنها گفتم که کسی که میخواهد که در تفسیر تخصص کند اول باید هم علم فقه رو خوب بیاموزد، هم باید علم عقیده رو، هم باید علم حدیث رو خوب بیاموزد پیش از آن که در علم تفسیر تخصص کند. از سببی که حالا من به شما گفتم که علم تفسیر تمام این فنها رو فرا میگیرد.
در بحث های تفسیر هم درباره لغت گفته می شود، هم نقطه های صرفی، نحوی، بلاغت، علم الاعجاز هست و هم درباره مسائل فقهی گفتگو می شود، هم در مورد تاریخ، هم در مورد سیرت می آید، هم در مورد عقیده رو گفتم، یعنی خیلی هم در مورد حدیث هم یک بخش خیلی کلان هست که حدیث ها پیش می شود برای تفسیر کردن آیات ها. پس اگر طالب علم در یکی از این فن‌هایی که ضرورت هست برای فن تفسیر اگر کمبودی داشته باشد، در علم تفسیر هم کمبودی خواهد داشت. برای همین است که شخصا خودم اول من همین دو فن فقه و حدیث رو گرفتگی هستم. بعد از اون که یعنی تا نتیجه دلخواه هم برسم، تا همان وقت کوشش میکنم که همین دو فن رو من فشار بدهم، به همین دو فن من تمرکز و توجه خود رو بدهم. بعد از اون که دلم در اطمینان شد، بعد یعنی به تفسیر داخل شدنی هستم، یعنی به درجه تخصصی. اما تا اون وقت من کوشش میکنم که خودم شخصا داخل نشوم، چون که من حالا فهموندم که در تفسیر هم باید از اصول تفسیر آگاه باشد. خود اصول تفسیر البته که هست اصول های تفسیر که در کورس های عالمیه درس داده می شود، یعنی که آیات های ناسخ و منسوخ رو شناختن، اسباب نزول آگاه بودن، سوره های مدنی و مکی رو شناختن و غیره. و این چنین باید از فن های حدیث آگاه باشد، چون که آیات های قرآن بعد از آن که با دیگر آیات ها تفسیر داده می شوند، با حدیث تفسیر داده می شوند. این چنین در آیات های قرآن مسئله های فقهی پیش می آید، پس شخص باید از آنها هم با خبر باشد، آگاه باشد، مخصوصا آیات هایی که در فن بخشش آیات هایی که در فقه حنفی همچون دلیل گرفته می شوند، چون که در فقه حنفی این یگانه فقهی هست که اول متوجه خود را به آیات های قرآن می دهیم و اکثرا وقتی که بعضی ها گمان میکنن که ما حدیث رو نمیگیریم همچون دلیل، سببش این است که ما یک آیت رو بالای حدیث ترجیح دادگی هستیم برای استخراج کردن حکمی فقهی. و این چنین مباحث عقیدوی هم یعنی پیش کرده می شود، قاعده های نحوی و صرفی، بلاغت، که بلاغت این کلید درک عمیق معناها و نازکی های کلام الهی می باشد. و غیر از این درباره کتاب، یعنی بعضی کتاب ها رو من برای شما همین خیلی نامبر می کنم. عموما در دارالعلم ها برای اصول التفسیر برای ما کتاب الفوز الکبیر درس داده می شود که یک کتابی سهل و آسان هست برای فهمیدن قاعده و اصول های تفسیر که تصنیف شده شه ولی الله محدث الدهلوی می باشد رحمه الله. اما یک کتاب معاصری که خودم به نزدیک یک چند وقت پیش دیده بودم و یعنی به خواندنش آغاز کردگی هستم، این کتاب شیخ عبدالله الجدیع می باشد. البته با شیخ عبدالله جدیع در همه چیز ما اتفاق نمی کنیم، اما یک کتاب در فن حدیث و در همین فن تفسیر یک کتابی بهترین و معاصر رو یعنی چی کرده است، تصنیف کرده است به عنوان المقدمات الاساسیه فی علوم القرآن، که این خیلی یک کتاب مفید هست از یک گویم که عالمی معاصر. و علاوه از این دو کتاب که یک تایش کتابی گویم که مقدمی هست یا اینکه قدیمی هست و یک تایش کتابی معاصر هست، کتاب های شیخ مساعد الطیار خیلی مفید هستند، چون که شیخ مساعد الطیار در فن تفسیر متخصص هست. البته حنفی نیست، اما این معنای اون رو ندارد که ما تنها باید از حنفی ها بگیریم، می توانیم که در بعضی دیگر فن ها از دیگر عالم ها فایده ببینیم. پس همین شیخ در فن تفسیر کتاب های مفید دارد. در مورد لفظ های مشکل قرآن که غریب القرآن گفته می شود، چگونه که در حدیث لفظ های نادر و دشوار هست که غریب الحدیث می گوییم، همین خیلی در فن تفسیر یک بخشی هست برای غریب القرآن. برای این گونه لفظ ها یک کتابی به نام کلمت القرآن تفسیر و بیان خیلی مفید هست که تصنیف شده شیخ حسین محمد مخلوف هست. و این چنین در غریب القرآن السراج فی غریب القرآن تصنیف شده شیخ الخضیر می باشد. و این چنین کتابی تحفة الأریب بما فی القرآن من الغریب از شیخ ابو حیان هم هست. و اگر خواهید یک تفسیری آسان رو یعنی از یک تفسیر آسان فایده گیرید، می توانید که از تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن از شیخ عبدالرحمن الایجی الشافعی استفاده برید. یعنی یک تفسیر خیلی آسان هست که تفسیرهای امهات رو استفاده می کند برای یک تفسیر سهل و آسان پیش کردن. و البته تفسیر صفة التفاسیر از شیخ
محمد علی الصابونی شیخ حلبی که به نزدیکی از دنیا گذشت، موجیزی ما هم هست رحمهم الله. این تفسیر هم مفید هست و به فکرم که به زبان فارسی ترجمه شدگی هست. به زبان ایرانی یعنی که به زبان فارسی ترجمه شدگی هست، نمیدانم که به زبان دری باشد یا اینکه تاجیکی باشد یا نه، اما من یک وقت به زبان فارسی یعنی ایرانی دیدگی بودم، صفوة التفاسیر. خب این بود مربوط به سؤالی سوم. والله اعلم. شکرا لك. سوال شما: قریب 2 سال می شود که طلب علم می کنم ولی به نتیجه دلخواه نمی رسم. می خواستم راه‌های هدفناک از خود کردن علم را دانم و کدام کتاب ها مفید هستند. احسنتی ماشاءالله. این سوال خیلی یک سوالی مفید هست و مهم هست. انشالله خوب گوش اندازید. میدونم ویدیو امروزه کمی دراز شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این است که طالبه علم باید این رو خوب درک کند که علم تنها با گذرانیدن چندین سال به دست نمی آید، بلکه حاصل کردن علم چطوری که شما خوب میدانید با سعی و کوشش، اخلاص، مداومه یعنی دوامناکی، با تمام این چیزها وابسته است. پس مثلا بعضا یک شخصی که با جدیت و مهنت زیاد 1 سال تحصیل میکند میتواند که بیشتر پیشروی داشته باشد نسبت به کسی که 2 یا 3 سال خوانده باشد اما با تعطیلات بیجای و بی ترتیب خوانده باشد. با این همه البته که سالهای زیاد رو در راه علم گذرانیدن این خیلی مهم هست، اما باید این حقیقت را خوب درک کرد که طلب علم یک راه زندگی هست، نه اینکه یک روتین یا اینکه تقسیم اوقاتی که برای یک چند سال هست. و هر قدری که و چند قدری که شخص زودتر این حقیقت را قبول کند، همون قدر خود را آرام و قانع احساس میکند. یعنی که از حاضر اگر شما میخواهید که طالبة العلم باشید یا در طلب علم زندگی خود را گذرانید، از حال و دل خود را آرام سازید که این 2-3 سال نیست، این 5 سال 10 سال نیست. من یعنی برای دیدن این نتیجه سراسیمه نشوید، آرام شوید که این زندگی من هست و من آهسته آهسته با صبر و تحمل ادامه میدهم. خب فهمیدن این گپ برای یک طالبه علم کمک میکند که با اشتیاق، با صبر و دوامناکی در این راه استوار بماند. چون که اگر انسان اینگونه فکر کند که 3 سال 5 سال تیز خسته میشد، مانده میشد و همین که 3 سالش 5 سالش به انتها رسد تیز میگریزد که متاسفانه در یعنی من در مدرسه چطوری که شما میدانید هم کلان شدگی هستم از سنی یعنی 10-11 سالگی و هم درس میدهم تا حال. این به من خیلی متاسفانه تجربه شدگی هست. ما در مدرسه وقتی که تمام کردیم 12 نفر بودیم و پس از تمام کردن سبحان الله یعنی بعضی خواهران همین خیل گریختند از علم، یعنی از زندگی یعنی طلب علمی که دیگر بر نگشتن. البته بعضی ها گویم که عذر داشتن، الله برایشان آسان کنند با اطفال و با حامله‌داری و با دیگر چیزها، اما انسان میتواند اگر خواهد باز هم میتواند که با این مشکلات ها ادامه دهد. تنها از الله سبحانه و تعالی صبر و یعنی مداومه و قوت و اخلاص و استقامت طلب کند. انسان همه وقت یعنی میتواند که چی کند؟ به یک تعطیلی کوتاه رود. من هم چنانی که میدانید من هم بیمار میشوم، من هم صحتم خوب نمیشود، اما این هدفی این معنایش این نیست که تمام من به شما گویم که میبخشید من بیمار هستم تمام نمیشود. من میتوانم که از شما 1 هفته، یک چند روز، شما هم میتوانید یک چند روز، 1 ماه یعنی به تعطیل روید، یعنی چی کنید؟ تنفس کنید، استراحت کنید و دوباره برگردید. یعنی مهم همین است که دوباره برگشتن. به هر حال به گپ اصلی دوباره برمیگردیم که من به شما یک مثال میدهم. خب این مثال رو خوب گوش کنید. من این برای این مثال خیلی یعنی فکر کردم که چگونه من این کانسپت یا این که همین فکر و همین اندیشه رو به شما بفهمونم. و یک مثال الحمدلله به فکرم آمد که طلب علمی مثل جمع کردنی گویم که میوه تصور کنید، مثل جمع کردنی میوگی. گویا یک سبد به شاخ یک درخت بسته شدگی هست. همین گونه یک تصور کنید که یک سبد به شاخ یک درخت بسته شدگی هست و هر وقتی که شما چیزی می آموزید از علم، یک میوه به همین سبد افزوده می شود، یعنی درون کرده می شود. اما همین سبد تا آن دمی که پر نشود به زمین نمی افتد و شما در پایانی همان شاخه هستید، نمی بینید که این سبد چی دارد. و از این سبب شما یعنی می توانید که و عموما همین خیلی می شود که در سالهای اول احساس کنید که شما هیچ چیز به دست نآورده اید
بعد وقتی که آن سبد پر می شود و میوه ها به زمین می افتند، بعد شما تمام زحمت های خود رو می بینید و از ثمرای آنها بهره می برید. متاسفانه بسیاری از شاگردان همین گونه می شود که در سالهای اول این راه رو تیز ترک می کنند. فکر می کنند که یعنی پیشروی ندارند و بی صبر هستند. یعنی در اینستاگرام متاسفانه در شبکه‌های اجتماعی و غیره نوارهای زیبا و زوری طلب علمی رو بعضی ها می بینند، هوسشون می کند که آنها هم می خواهند طالب علم باشند. اما وقتی که دشواری طلب علمی رو احساس می کنند اما نتیجه دلخواه خود رو نمی بینند، تیز خسته می شوند و این راه رو ترک می کنند. اما حقیقت این است که اگر آنها صبر می کردند، پس از چند سال ثمره سعی و کوشششان رو می دیدند. به هر حال برای رسیدن به نتیجه های خوب من برای شما یک چند نقطه رو پیش میکنم. یکم این است که طالب علم اول در جای اول باید کوشش کند که در یگان مدرسه داخله گیرد، یا اینکه زنده مدرسه زنده باشد یا آنلاین. زنده باشد بهترین، زنده نباشد آنلاین. خب چون که مدرسه زیر نظارت چندین استادان عموما می باشد و آنها یک نقشه تعلیمی پیشکش میکنند، آنها یک تقسیم اوقات می داشته باشند و آنها یعنی می دانند که برای تشویق دادن شاگردان چگونه مجلس ها، چگونه چیزها باید استفاده شود. البته مدرسه ما کمی فقیر هست، یعنی عینی حال تنها 2 استاذه هست، برای همین است که من اول باید صبر کنم، شما رو آماده کنم. اما یعنی انشاءالله که خوابی آینده من و نیت آینده من شما هستید که شما استاذه های همین مدرسه می شوید و با شما من مشوره می کنم که چی چیزا باید برای دختران آینده پیشکش کرده شود. به هر حال این یکم هست که در یک مدرسه انسان داخل شود. مدرسه تمام چیز رو می داشته باشد، از جمله یعنی تربیت، از جمله فن ها، امتحان ها، روتین یعنی تقسیم اوقات و غیره و غیره. دوم، اگر این نباشد شاگرد باید که تقسیم اوقات داشته باشد، یک جدولی روزانه باید داشته باشد، هم برای درس های نو و هم برای درس های تکراری. سوم این است که از فن های ابتدایی باید آغاز کند و با تدریج بالا رود. چهارم نقطه این است که استادان تجربه دار و صاحب سند علمی و تربیه علمی باید انتخاب کند. و متاسفانه این خیلی برای شاگردی که چیزی رو نمیداند یا خودش تجربه ندارد کردن این کار کمی مشکل هست و شاگرد نمیتواند که از هر استادش بپرسد که سند علمی شما چیست. یعنی این کمی به خلاف آداب هم می باشد. اما عموما وقتی که یک استاد درباره یعنی عموما این یک گویم که رفتار علمی خودی استاد باید باشد که استاد پیش از سوال شدن باید که یک کمی مختصرا بگوید که من از فلان شیخ یا اینکه از فلان مدرسه یعنی چی شدگی هستم، یعنی خارج شدگی هستم از سبب فخر و نمایش نه، بلکه از سبب اطمینان دادن به طالب علم ها. از این سبب است که من خودم پیش از پیش کمی درباره گویم که تجربه علمی خود نوشتگی هستم، گرچند که خجالت احساس میکنم اما ضروری هست تا اینکه شاگردان کمی خودشون بدانند. شاید بعضی ها خجالت شوند و پرسیدن نخواهند، کمی با آنها یعنی پیش کردگی هستم. پنجم این است که با استقامت، با دعا کردن، فراموش نکنید قوت دعا را. دعا خیلی مهم هست، چون که تمام این کارها رو که یعنی حقیقت میدهد یا اینکه کی برآورده میسازد الله سبحانه و تعالی. اگر الله سبحانه و تعالی نخواهد در این راه کسی موفق نخواهد شد و اگر الله سبحانه و تعالی بخواهد کسی را نمیتواند که در این راه باز دارد. من سبحان الله در یعنی در گویم که در همین سالهای تعلیم اینقدر واقعه ها شدگی هست، اینقدر گویم که مشکلات پیش اومدگی هست، اما یعنی هر وقت با دعا این مشکلات ها برطرف شدگی هستن، یک طرف شدگی هستن و من توانستم که ادامه دهم. بعضی وقت حتی بعضی کتاب ها رو من میخواستم بیاموزم، دعا میکردم و ناگهان از یک مدرسه یا اینکه از یک کسی من میشنیدم که همین کتاب درس داده میشود. سبحان الله. برای همین دعا رو، قوت دعا رو کم حس نکنید، استقامت داشته باشید، دعا کنید و جلیس صالح. جلیس صالح یعنی یک دوست صالح رو داشته باشید، یک دوست صالح انتخاب کنید. دوست صالح یک دعوت پنهانی هست. دوست صالح به تو میگوید غیبت نکن، یا من نماز میخوانم، حاضر است من باید که روزم رو افطار کنم، من فردا میخیزم روزی دوشنبه هست روزه میگیرم، من باید تکرار کنم، عذر زیاد من وقتم رو به این داده نمیتوانم، من باید به درسم روم. یک دوست صالح انسان رو شوقمندی میدهد و یک دعوت و تذکیره
پنهانی هست که این خیلی مهم هست. یک دوست صالح داشتن، اگر انسان خودش شوقمندی کفایه نداشته باشد، یک دوست صالح برایش کمک خواهد کرد. و آخران وقتی خود رو به قیل و قال که میگویند در کتاب های علمی، یعنی که این کس گفت، آن کس گفت، این شد، آن شد، به این گونه چیزها صرف نکنید. خواهران عزیزم، به قیل و قال وقتی خود را ندهید. این شخص این گونه گفت، فلان عالم این گونه گفت، گروه های ردیه، چطوری که من بار بار میگویم، جنگ و جدال، به این گونه چیزها صرف نکنید. درباره این عالم این شخص این خل گفت، بالای این عالم این ایکس هست، این عالم رد می شود، این عالم این گونه گفته است. یعنی با این گونه بحث و مباحث وقتی خود را صرف نکنید. من نمیگویم که این گپ ها یعنی هیچ فایده ندارد یا اینکه این گپ ها یک سبب ندارد، البته دارد، اما اول کوشش کنید سری خم چندین سال علم آموزید. بعد وقتی این گپ ها میرسد، وقتی فهمیدن این گپ ها میرسد، و من از الله سبحانه و تعالی خیلی زیاد شکرگزار هستم که برای گویم که چند سال، شاید برای 8 سال اولی 6 سال اولی طلب علمی من یعنی در شبکه‌های اجتماعی هیچ نبودم و یعنی در آخر بود که من داخل شدم و اینقدر سوال ها و اینقدر یعنی سرگرمی به من پیدا شد. اما الحمدلله که یعنی استادانم بودن که به من بعضی کتاب های را پیشنهاد میکردن و به سوال هایم جواب میدادن. شبکه اجتماعی متاسفانه جای خوب نیست برای نو آموز و هر گونه گروه ها و هر گونه گپ و سخن ها رو میشنود، چی میشود، سرگرم میزند. به هر حال از جهت کتاب که پرسیدید، کتاب ها البته مفید هستند، اما محیط علمی مهمتر هست. یک مدرسه، یک مجلس خوب داشتن این مهمتر هست. به هر حال از جهت کتاب ها، از همه کتاب بهترینی که به من پسند هست، من 2 بار این کتاب را از سبب دوست داشتنم خواندگی هستم. کتاب شیخ محمد عوامه می باشد، شیخ حلبی که حالا در ترکیه زندگی می کند، معالم ارشادیه. چون که یعنی این کتاب خیلی مفید هست، هم نصیحت های علمای قدیم رو پیش میکند، به نظر گرفته است شیخ محمد عوامه، و هم خودش یک عالم معاصر هست، پر از تجربه هست، یعنی و هم استادانی خیلی گرامی قدر داشت به مانند شیخ عبدالفتاح ابو غده که از آنها هم نصیحت هایش رو پیش میکرد. مثلا حاضر در فکرم اومد در همین کتاب معالم ارشادیه، شیخ محمد عوامه در یادم هست که در یک صحیفه میگوید که من در مدرسه بودم و کتابم در دست چپم بود که نزد من یا در پیشم یک استادم یعنی من رو دید و همین کتابم را از دست چپم گرفت و در دست راستم گذاشت. این گونه یعنی نصیحت های طلایی پیش کرده می شود در این کتاب و البته اصول ها و قاعده های عالمان قدیم را هم گفته می شود، پیش کرده می شود. و دیگر کتاب یک کتاب مفیدی که تمام اقوال علمای قدیم رو پیش میکند و به مانند کتاب امام زرنوجی هست. این کتاب الی طالب العلم هست، عنوانش همین هست، الی طالب العلم، از شیخ عبدالمجید الغوری از مالزیا هست و در حدیث متخصص هست و این کتاب خیلی مفید هست. و دیگر کتابی البته کتاب ابن جماعه الکنانی هست به نام تذکرة السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم. از این کتاب یعنی از این 3 کتاب من بهتر را نمیدانم، مخصوصا همین 3م کتابی که من باش ذکر کردم این کتاب قدیمی هست، یعنی ابن جماعه الکنانی از یکی از علمان قدیم هست. بنابراین همیشه انشاءالله در خاطر داشته باشید که علم با صبر و دوامناکی به دست می آید. هر یک قدمی که شما در این راه میگذارید، هر یک ساعتی که برای تحصیل علم صرف میکنید به بنای علمیتون اضافه می شود، به همون ساختمان بنای علمیتون اضافه می شود. از اول خود را فریب ندهید که این راه خیلی استتیکی هست و خیلی راه زور هست، یعنی شما هم میزی خود را با کتاب ها پر میکنید و با سوال های مردم جواب میدهید و عکس های طلب علمی نشر میکنید. این گونه راه نیست، یعنی اینها نیت های غلط هستند و حقیقتی حال نیست، بلکه راه علم با اینکه زیبا هست اما سخت هم هست، سردردی، گرسنگی، یعنی پریشانی و حتی گریه و ناله هم می داشته باشد. این هست حقیقتی حال و برای دیدن نتیجه و ثمره باید که اول چندین سال زحمت کشید. انشالله می گذاریم به آخران سوال. شکرا لکی. خب سوال دیگر، اینه که در روز برای علم آموختن چقدر وقت جدا کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر باید داشته باشید من در گروه درسی با همین گونه یک سوال جواب داده بودم. پس شاید بعضی نقطه ها یعنی تکرار شود، اما از همه گپی اساسی همین است که برای شاگردان علم تنها یک جواب معین درست و مناسب نیست. البته کتاب های علمی جواب های عمومی پیش میکنند، اما هر شاگرد باید که این مسئولیت ها را هم به نظر بگیرد، اما حالت های شخصی خود را هم باید به نظر بگیرد. بعضی طالبای علم البته مسئولیت های گوناگون می داشته باشند، خدمت والدین، بعضی ها صاحب شوهر و فرزند می باشند، بعضی ها کمی بیمار می باشند، بعضی ها به کار می روند و بعضی ها حتی تا مکتب می روند. سبحان الله، یعنی در مدرسه ما از تمام این حالت ها هست. بعضی ها خردسال هستند، بعضی ها کلانسال هستند، تا نبیره و دیگر چیزها باید یعنی از پس آنها شود، بعضی ها کار دارند و غیره. پس تمام این چیزها رو هر طالب علم باید به نظر بگیرد و برای پیدا کردن جواب مناسب باید که از خود چندین سوال کند. مثلا یکم سوال این است که من حالا چند فن می آموزم. برای هر یک سال عموما 4 تا 6 فن کفایه می کند. از این قدر اگر زیاد شود، فن یعنی که چی فن باشد چی کتاب باشد، اگر از این قدر زیاد شود از سبب فشار زیاد و تقسیم شدن توجه و وقت طالب علم ما بین چندین فنهای گوناگون، طالب علم شاید که مقدار زیاد رو کند اما با صفت خیلی کم. اما صفت باید که بالای مقدار باشد. صفت بالا این مهمتر هست. مقدار مناسب با صفت بلند و فهم عمیق. دیگر سوالی که باید از خود کند این است که هفته چند روز و ساعت درسی زنده دارم، تا اینکه همان ساعت ها رو استثناء کند، یعنی یک طرف کند. دیگر سوال از خود باید این گونه کند که روز چند ساعت من برای تکرار جدا کرده میتوانم و آیا در ساعت های صبح هست یا اینکه شام. تمام این سوال ها رو نویسید، جواب هایش رو نویسید و ببینید که شما چند ساعت دارید، کی وقت دارید و چگونه به خود یک تقسیم اوقات تهیه میکنید. اگر ساعت های تکرارش برای هر یک فن کفایه کند پس خوب، و اگر نه باید فکر و اندیشه کند که من در کدام فن ضعیف هستم و پسمان هستم و باید برای همان فن بیشتر وقت دهد. مثلا کسی که اگر روز تنها 2 ساعت برای تکرار داشته باشد و در مصطلح مثلا دشواری داشته باشد، برای مصطلح هر روز 1 ساعت ببخشد و برای 2 فن دیگر نیم ساعتی. روزهایی که درسی زنده ندارد کوشش کند که ساعت‌های بیشتر برای تکرار بدهد، یا اینکه برعکس همان روزها رو برای دیگر کارها، برای انجام دادن دیگر کارها و مسئولیت‌های خانگی و عائلوی باید صرف کند تا اینکه در روزهای درسی یگان مانعی پیش نیاید. و اما بله، حداقل 2 ساعت هر روز برای تکرار باید داده شود. حداقل اگر کسی بر وقت‌تر تمام کند میتواند که وقتی باقی مانده رو با خواندن کتابی غیر درسی صرف کند یا کمی بیشتر قرآن خواند و به احکام تجوید مثلا توجه دهد. یعنی اینقدر هست، یعنی چیزهایی که میتواند وقتی خود را با آنها بدهد. مثلا من به شما یک مثالی عملی میدهم. در سال 5 کورس علمیه ما در مدرسه از ساعت 8:30 آغاز میکردیم تا ساعت 4 درس میخوندیم و بعد تقریبا از ساعت 4:30 یا اینکه 5 بعضی ها تا 6 و 7 نمیکردن درس، اما عموما تا ساعت 4 زیر نظارت استادان می بودیم و از ساعت 4:30 5:30 خودمان در مدرسه در کتابخانه باید میرفتیم و در اونجا تا ساعت 8 شب باید تکرار میکردیم. خب این در مدرسه ابوبکر، جامعه ابوبکر صدیق بود که اگر خواهید من عکس های این مدرسه رو به شما روان میکنم. خیلی خاطره های خوب دارم در این مدرسه. به هر حال هر روز ما یعنی قریب 5 کتاب می داشتیم. یعنی از یادم اگر بگم مشکات المصابیح، اصول الحدیث، به همین کتاب تیسیر، نخبت الفکر می داشتیم، منظومه البیقونیه پیهم کردیم، یعنی جلالین داشتیم، تفسیر، اصول التفسیر، نور الیقین برای سیره، الهدایه داشتیم در فقه حنفی قسمی 5 و 4 و 5. پس بود یک 5 فن هر روز درس میخوندیم و پس از درس خواندن این 5 تا 6 کتاب ها، یعنی بعضی روزها کتاب ها عوض میشد، امکانیت نمیموند که ما برای هر یک کتاب 1 ساعت یعنی میدادیم. امکانیتش نبود. فکر کنید از ساعت 4 هم اگر آغاز کنیم تا 8 تنها 4 ساعت هست و برای همین بعضی کتاب ها رو ما 15 تا نیم ساعت، 15 دقیقه تا نیم ساعت وقت میدادیم. تست لکسیه ها رو دوباره میخوندیم، یک کس میخوند، جای های خالی رو پر میکردیم و میگذاشتیم.
و همه یک جای تکرار میکرد. عموما من خودم شخصا زیادی وقت تنها تکرار میکردم، چون که وقتی که در گروه تکرار میکردیم همسینفون هم خیلی یعنی آهسته خنده و شوخی یعنی پیش میرفتن. من عصبانی میکرد وقتی چی میشدک صرف میشدک بهوده. از این سبب من جدا میرفتم، بجا میشیدم در یک کنجک تکرار میکردم و همگی میدونست، هیچ کس من یعنی چیزی نمیگفت. به هر حال از این سبب تنها یعنی تکرار میکردم و بعضی وقت بعد می اومد یکم همدرسانم برای کمک یا برای اون چیز با من بعد تکرار میکرد. پس انشالله برمیگردیم به سوال که طالب علم هر روز باید چند قدر وقت دهد. جواب همین است که همون قدری که برایش ضرورت هست برای از خود کردن خلاصه هر فن. اگر کمی وقت اضافگی داشته باشد سراسیمه نشود که من به درس ها یا کتاب های نو داخل می شوم، کورس های نو داخل می شوم، چون که هر روز انسان وقت اضافگی نمی داشته باشد و بعضی روزها می تواند صحتش کمی بد شود، یگان کار پیش آید و چند روز چی شود قفا افتد از درس های زنده. پس بهتر این است که از خود یعنی همین سوال های درکاری رو بکند و بعد یک وقتی رو معین کند و هر روز در همان وقت به اهل اویلش یعنی با احترامانه بگوید که من 2 ساعت مثلا به تکرار می‌درایم، تمامی لوازمات آنها رو پیش از پیش مهیا کند و یعنی که به پریشانی ها بتواند که در درسش داخل شود. من هم یعنی یک وقت در خانه مادرم بودم، البته که مادر وقتی که صدا میکند، وقتی که فریاد میکند، یکم چیز میطلبد، یعنی طالب علم و انسان باید که لبیک گوید. اما پیش از پیش من کوشش میکردم به خواهرانم، به مادر و پدر تمامی چیزهایی که ضرورت هست به آنها بدهم و پیش از آن که به یعنی اتاق میرفتم برای تکرار میگفتم که من میخواهم که روم برای 1 ساعت 2 ساعت تکرار کنم، آیا برای شما یگان چیز ضرورت هست؟ بعد مادرم البته خیلی من رو درک میکرد، میفهمید، میگفت که نه یعنی رحمت جزاک الله، یا اینکه این چیز رو کن بعد بیرو. بعد همین خدمت میکردم. حالا هم که حالا شوهردار هستم همین گونه میکنم. البته شوهری من اونقدر در خانه نیست، من رو خوب میفهمد، اما از خوشتمانم میپرسم. یعنی همگی میدوند که در این ساعت ها من درس میدهم، کسی من رو فریاد نمیکند، کسی من رو چیزی نمیگوید، اما پیش از پیش کوشش کنید که یعنی حق داران رو پورا کنید و بعداً با عصبهای آرام داخل شوید. اکثر وقت 2 ساعت تکرار کردن جدی بهتر است از 4-5 ساعت تکرار کردن با تلفن و با دیگر گپ های نادرکاری. بعضی ها من میدانم در این زمان مخصوصا با تلفن هایشون خیلی چی میشوند، توجهشون پراکنده میشود، در تلفن گپ میزنن، چت میکنن، این ویدیو رو میبینن، اینجا میروند. تلفن های خود رو کوشش کنید که همچون 1 ساعت استفاده کنید، در یک کنجک گذارید و یا اینکه در اتاقتون هیچ نآورید. کوشش کنید از کتاب های لغت استفاده کنید برای لغت، یا اینکه مثلا یگان راهش رو پیدا کنید که شما رو تلفنتون اذیت ندهد. به هر حال پس مهم ساعت زیاد نیست، بلکه دوامناکی و با توجه کامل کردنی تکرار هست. یک فن بود که شما آگاه هستید، فن مصطلح الحدیث. من در همین سال 5 اونقدر این فن رو تکرار نمی کردم. تنها وقتی در اتوبوس به مدرسه می آمدم این کتاب رو کشاده می خوندم که درس قبلی چی بود، که این 20 دقیقه در اتوبوس می گذرد، نیم ساعت در اتوبوس می گذرد، در بیرون همین خیلی می خوندم. بعضی فن ها اونقدر وقت رو یعنی نیاز ندارند. پس انشاءالله در همین جا انشاءالله ما وقفه میکنیم. این بود بعضی فکرها، بعضی جوابهایی که خواستم به شما پیش کنم. امیدوارم که به شما مفید باشد. از الله سبحانه و تعالی دعاگوی هستم که این مجلس رو برای همه ما مفید سازد، سبب فایده و شوقمندی و پیشروی سازد. اگر یگان خطایی کرده باشم از شما عذر میخواهم و این چنین یعنی استغفار میکنم و طلب مغفرت میکنم از الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی همه وقت ما رو به گپ های درست، به سخن های درست و به رفتار درست هدایت کند. اللهم آمین. و در همین جا انشاءالله بس میکنیم. در امان الله باشید. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.